امشب نمیدونم میخوام چیکار کنم. هستیم 3 نفر هم هستیم، بچه ها هستیم، میخوایم کارهایی بکنیم که واجی هیچ یوتیوبری این وقت شب نکرده. باش سلام شاکرتم سوگرانی نظر کجام این ویدیو بشه دردناک. موسیلی مصطفی وحیدی معروف موسیلی. الان ما مستقیم میریم این بریم. ما مستقیم بریم. مستقیم. آقای پرامعزیزی تتوتون یعنی چی؟ اوه بیخیال شد. دارم سوال میپرسم. الان مثلا فکر تو پول نمیدی بی قرآن یه لحظه نگاه کن. به والله حاجی هر شب هر روزی میفروشید مثلا به معلم و بازار نمیدونم الان چرا پیسه آمده آشورا تاسوعا داشت یه میوه فروشی ببین چقدر اینجا رو زنده نگه می‌داشت. الان ببین چقدر خوفه بی‌صابی نگاه الان دیگه زنده نیست پاسدق شد. داشت میوه فروشی همیشه چقدر خنده‌دار بود داشت. اولین بار می‌بینم صحبت به قول اینو من فردا ویدیو میگم من میوه‌تون میذارم دو تا از این نه دو تا میوه فروشی الان زده کفاشی هم زده تو این میگم به منی که مخاطبه اینا نمیتونن اینا تو نمیتونی. خب همین تو این گپ دیگه دارش زنگی قرار بده نه آقا زشته. آقای پرهام عزیز معنی تتوتون رو بابا نفرمایید. تو اونو ول کن. من این بحثو میام تغییر میدم تو بیای صاف شما پول نمیگیری که خفشی. داشت من الان فرض کن یه بینندم دارم مثلا چی میگن کامنت ها رو جواب کامنت میذارم، شما اینو باید در نظر بگیری دیگه. ما الان داشت داریم چه کارایی میکنه که یوتیوبرها دیگه واقعا نمیتونم بکنم. آره داشت آره. چی تبلیغی کردیم که این ویدیو اون بر کجا میخوای این بری؟ نه این بر مستقیم بچه ها مستقیم این مستقیم. دلیلی ما توی دل شیرانیم، حالمون بده دیگه نمیتونیم تو ترک بدیم، فقط حالمون بده کف خیابون هستیم، بدفاز هستیم، سانس شهر هستیم. ماشین بگیریم بگیم توشی با یارو بگه باشه بعد میگه شاید بتونید ماشین ولی نمیتونید منشین. من میگم ماشین بگیریم بگیم مثلا توشیبا که میخوایم پیاده شیم ولی توشیبا پیاده نشیم. چی غم میدی اینو بخور. من با بزرگم برای گاوش تو این آب میریخت. برای چی؟ برای گاو. واقعا؟ آره. بگی اینا برای گاو قربان. نه بابا. خب چیکار کنیم آقا؟ من میگم ماشین رو بگیریم بگیم توشیبا ولی پیاده نشیم. بیرون نشی باشی ماشین بگیریم همینجا تو همینجا ماشین بگیریم بعد بریم 2 قدم جلوتر پیاده شیم حاجی. خدایی خیلی خوبه ماشین. الان به پرام میگه بریم بستنی بخوریم. ما اگه ما یه دقیقه سپردیم دست دوست عزیزمون الان داریم یکم فکر می‌کنم میگه کدوم بستنی فروشی ساسته شب بازی که ما الان داریم میگه یکم جلوتر رو نشون بده. بس است. چقدر جلوتر؟ جاشو بسته است. چه سراب زدی؟ جلوتره. با دوربین برم؟ بستنی چی بگیریم؟ دوربین نه بره تابلو. چه تابلو بشه؟ خب حاجی روز کنی نه نه تعطیل میکنم میگیم اونجا درنشو زیر الان ما میریم بیا اگه باز بود بسامن. برو سفارش میگیری؟ هر چی سفارش داد. من با آب
کره بادوم زمینی داریم، پنیر بادوم زمینی نه چه؟ داشت میرسیم مجموع باشه دیگه. آره خوبه منه اسم شکار رو پیدا کردم. اوه آر بیم دنباله پرام بیا. اما کجا میخوای بریم؟ الان نوه، نتیجه، زن، بچه همه دارن ویدیو رو میبینن. دعا کن که امشب شب جمعه عوض جایی خطرناکی نری، بری پیش خانواده نری این تردید اما داره غیب میشه بری بری سوژه اونجاست داره میره ها ازم به پشتش نگاه نمیکنم اون جورش هم نمیبینه مهم اینه که سرعتش حلج نه مهم اینه که اما با سوژه رو گم کردی رفت تو افق بینیم حالا راه خودمون میبینیم شاید یه چیز دیگه پیدا آره اون فرام بازی اما من اگه یه خربوز مشهدی بخوام بگم چهوده به ما نصف کنید ما بکنیم داری عالی شد یه خربوز مشهدی بنده خربوز مشهدی بازی میگه بعد تو خربوز مشهدی دیگه میدونه چون خود کدوم بیشتر دوست داری خربوزه 100% پس کدوم میدونه میگی من خودم همه خربوزی دارم اما کدوم خربوزه رو بگیم اما سلام آره ویدیو نه یوتیوب ما ویدیو کار میکنیم ببخشید مشکلی نداری مشکلی که نداری مرسی دم جون هر کدوم یه خربوزه با هم میدیم یه خربوزه آی سلام بریم یه خربوزه هم یا جانو چی؟ اینا هم هست خربوز آتشی اینا هم که خربوز مشهد هر کدوم بیشتری بهتون آتیشی هم بالا یا آتیشی هم اونجوری کسی مثل همین برم اما اینو فقط یه دونه کاردی سر میده اینو یه دونه چاقوی سر چاقو میدم بهتون همینجا برید یه جا بخورید برمیگردید بس چون چاقو بزنم بازم شما چی؟ دعوا میشه مشکل دارید نه مشکل نه ما الان یه چاقو بزنم چجوری میخواین تقسیم کنیم بخورید دو تاشو من میخوام دو تاشو چاقو بزنید بخورید بیارید نه خودتون نمانش یه جور بزن که بتونیم اسنیفش کنیم این تیویس پیپر میبینم اما شما معمولا دو ساعت چند بازرسی؟ دسته دو ما شبان روزی من همون خودتونش اینجا نصف
اینا دادم بریم اونجا دیگه. بریم اونجا. برو گاردی هم اونجا هستش میتونی آشغالشو بریزی رو گاردی. اما دمت گرم. خیلی باعثی. اما ما الان خبره دیگه. نداشت نداشت کاردی 3 اینطوری دیگه خوبه نه؟ در واقع ما دیگه سریع هم واقعا همین دیگه رو بردارم آروم او آروم شما مرسی مرسی اینجور نباید بگیزیم اصلا برای تو هم بگیرم یه تیکه اینجوری بزن با هم بریم. خیلی شیری اصلا شیرین نیست آتیشیه دیگه آتیشی شیره آقا آتیشیه یعنی چی آقا آتیشی؟ کاردی 3 و تا حالا گوش دادی؟ تو چون تیشرت خیسه نمیدونم شیرین نیست اینه بگیر دیگه بندازم دور چون دور به 180 تومن پول دادم والا چی از این چی بهت نرده پوست خالی بهت بگی بخور بره وایسا من بعد پوستشو بگیرم خربوز خوران درجه 1 بس خوش داره اصلا آقا همون ما رو تا دسته دیگه من اون اسمه رو بدیم مامو بدیم کی؟ امو باشه بدیم سنه رو نمیدونم گرفت اما این بادمجون واسه کیه؟ ای شیکل برای شریعته ماستا خوبی دیم اشکال نداره این دیگه خود میکنه حالی نه جان نمیتونی نبود چی نبود این امتحان بکن خود چرا؟ خورا شیرین نیست داشت این مواد زیتو شنجین نیست حالا دارم جدی میگم کدوم مواد؟ شیشه کشیده والا امروز ما تازه کنیم باشه من خود شما هم شما گرم با همون این روبوسی بکن حداقل داری میری آمو دمت گرم خیلی عشق نه نمیخوام یه بشکم ببین چه چیزه فلفل نمی چه چیزه این بادم ریستر از اون ولی ببین چه ریستر نه اون نمیخوام معلوم میگه نمیخوایم معلوم میگه نمیخوایم همون بابا تست خربوزه آنباکس اینم بگیر آقا بذار من خودم هم تعلیم خیلی قویه این خیلی قویه این خود اصل جنس عالی بود عشق حتما اینجا بیان سبزی خوراکی های محلی عالیه حتما مغازه سبزی خوراکی های محلی